اگه میخوای خیلی سریع اجرای این پروانه رو یاد بگیری تا آخر کلیپ با من باش. مام رو میزنم و استنسیلم رو به این صورت مشخص میکنم. بعد از نیم ساعت استنسیلم رو با وازلین پاکش میکنم. توی مرحله اول با سوزن 3RL رنگ دارک و ولتاژ 8 لاینای اولیه‌مو رو مشخص میکنم تا به این مرحله برسم. توی قسمت بعدی با سوزن 7RS رنگ مدیوم و ولتاژ 5.5 به صورت دورانی سایه های تیره پروانه رو مشخص میکنم و توی قسمت بعدی با سوزن 7RS رنگ لایت و ولتاژ 5.5 سایه های بیرونی پروانه رو مشخص میکنم. توی این قسمت باید حواسمون به فشار دستمون باشه که سایه هامون تیره نشه. و توی مرحله بعدی با سوزن 9RL رنگ لایت و ولتاژ 5.5 سایه های داخل پروانه رو میزنم. اینم از اجرا.